افشای حرف‌های تند الخلیفی به کیلیان امباپه. آغاز عملیات، فلیک ستاره بایرن رو به بارسا میاره. خب بچه‌ها سلام، امیدوارم که هر کجا هستین تنتون سالم و حالتون خوب باشه. خب بچه‌ها لایک ویدیو و سابسکرایب چنل یادتون نره که بزن. بریم سراغ ویدیوی امروز. خب در قدم اول بچه‌ها بریم سراغ نماد این روزهای باشگاه دورتموند. نماد از جنگندگی و تعصب برای تیمش، علاقه بسیار زیاد میلان و یوونتوس به مت هوملز. قرارداد مت هوملز با بروسیا دورتموند در پایان این فصل به اتمام میرسه و بعید نیست مانند مارکو رویس بازی مقابل رئال مادرید در فینال لیگ قهرمانان اروپا آخرین مسابقه او برای زنبورها باشه. شایعاتی وجود داره که سران دورتموند نسبت به تمدید قرارداد این مدافع میانی 35 ساله برای یک سالی هم چندان مطمئن نیستند و ترجیح میدن یک گزینه جوانتر به جای او به ترکیبشان برای فصل آینده اضافه کنند. هرچند جدایی از دورتموند شاید به معنای تمام شدن دوران مت هوملز در سطح اول فوتبال اروپا نباشه. به گزارش بلت، دو باشگاه ایتالیایی میلان و یوونتوس علاقه بسیار زیاد به مت هوملز با تجربه دارند و با توجه به اتمام قراردادش با دورتموند میتونه در یک انتقال رایگان او رو جذب کنند. حالا باید دید آیا سرا مقصد بعدی هوملز خواهد بود یا خیر. خب بریم سراغ بایرن که در این باشگاه یک اتفاق عجیب و نادر افتاد. غیر رسمی ونسنت کمپانی مربی بایرن مونیخ شد. عملکرد نچندان خوب توماس توخل روی نیمکت بایرن مونیخ در این فصل و عدم کسب حتی یک جام باعث شد که مدیران این باشگاه تصمیم به خط همکاری با او پس از پایان رقابت‌ها بگیرن و جستجو برای یافتن جانشین او از مدت‌ها قبل آغاز شد. مدیران بایرن در طول این مدت به چند مربی بزرگ و سرشناس پیشنهاد دادند، اما با پاسخ منفی آنها مواجه شدند و این اتفاق جنجال بسیار را در اطراف این باشگاه به وجود آورده بود و نارضایتی هواداران این تیم رو از وضعیت به وجود آمده به همراه داشت. چند روز قبل بود که رسانه‌های آلمانی از مذاکرات این باشگاه با کمپانی خبر دادند که در فصل 2023-24 هدایت برنلی رو بر عهده داشت و با آنها به دسته پایین‌تر سقوط کرد. حالا رومانو خبر داده که توافق نهایی بر سر جزئیات قرارداد بین بایرن و کمپانی به دست اومده و امروز توافق با برنلی نیز نهایی شد. بر این اساس توافق بین دو باشگاه برنلی و بایرن مونیخ بر سر مبلغ 12 میلیون یورو به دست اومده و کمپانی به زودی با قرارداد 3 ساله به عنوان سرمربی جدید بایرن رسما معرفی میشه. خب بچه‌ها بریم سراغ اولین سخنان ژاوی بعد از اخراجش. ژاوی در رابطه با اخراجش از بارسلونا با خبرنگاران صحبت کرد. ژاوی در این باره گفت حالم خوبه، چند روز گذشته واقعا سخت بود اما من وجدانی پاک دارم، به خودم افتخار میکنم و خوشحالم که در 2.5 سال گذشته چیزهای زیادی گرفتم. امروز با اعضای کادر فنی و بازیکنان درباره کارهای فوق‌العاده‌ای که در این تیم انجام دادیم صحبت می‌کردم و فکر می‌کنم میتونیم به خودمان افتخار کنیم چون سختی‌های زیادی تحمل کردیم اما با تمام قوا جنگیدیم. به نظرم کارمان رو به خوبی انجام دادیم اگرچه در این فصل به اهدافمون نرسیدیم. تجربه فوق‌العاده‌ای بود و چیزهای زیادی یاد گرفتم. حالا میخوام به بهترین شکل ممکن فصل رو به پایان برسونم و از آخرین باری که روی نیمکت بارسا میشینم لذت ببرم. روز گذشته با رئیس صحبت کردم و او درباره دلایل تغییر مربی با من صحبت کرد. من باید صحبت‌هاش رو میپذیرفتم چون او کسی است که تصمیم میگیره. در پایان جلسه با هم دست دادیم و برای هم آرزوی موفقیت کرد. افشای حرف‌های تند الخلیفی به امباپه. کیلیان امباپه در ماه فوریه بود که به باشگاه پی اس جی خبر از جدایی خود رو داد. او ابتدا به ناصر الخلیفی اطلاع داد و با او ملاقات کرد و به رئیس گفت که دیگر به او پیشنهاد تمدید ارائه نکند چون تصمیم قطعی خود برای جدایی از پاریس رو در پایان فصل گرفته. طبیعی بود که الخلیفی از شنیدن حرف‌های امباپه عصبانی شه و بین این دو بحث تندی هم در گرفت. اکیب در این باره نوشت که یکی از حرفهای الخلیفی به کیلیان این بود که تو با این انتقال به سوپرلیگ مشروعیت میبخشی. همه از مشکلات الخلیفی با فلورنتینو پرز اطلاع دارند. پرز رهبر فروشی سوپرلیگ و الخلیفی رئیس اتحادیه باشگاه یوفا و مخالف 100% سوپرلیگ. برای الخلیفی باورش سخته که بهترین بازیکن پی اس جی رو با پیراهن رئال و اونم رایگان میبینه. و همچنین امباپه رو به خاطر جدایی رایگانش مؤاخذه کرده.
از انتقال امباپه هیچ پولی به باشگاه نخواهد رسید و الخلیفی به ستاره فرانسوی گفت که هری کین و بلینگهام 100 میلیون یورو به باشگاه خود سود رساندن، ولی او قرار است مجانی به رئال بره. رئالی که دشمن درجه‌ای که تیم پاریس و علل خصوص خود الخلیفی به خاطر حضور فلورنتینو پرز در اونجاست. اولین هدف فلیک در بارسلونا مشخص شد. باشگاه بارسلونا روز گذشته اعلام کرد که ژاوی رسما در فصل آینده هدایت این تیم رو بر عهده نخواهد داشت و ژاوی رو اخراج کردن. مدیران این باشگاه با فلیک به توافق کامل و قطعی رسیدن و قرار به زودی او به صورت رسمی به عنوان سرمربی جدید این تیم معرفی شده. دکو به عنوان مدیر ورزشی بارسا در چند هفته اخیر مشغول جستجو برای پیدا کردن بهترین گزینه‌های ممکن و جذب آنها در پنجره نقل و انتقالات تابستانی بوده و یکی از گزینه‌های اصلی که نامش در طول این مدت بارها در کنار نام این باشگاه به گوش رسیده کیمیش بوده. حالا روزنامه اسپورت خبر داده که فلیک هم کاملا با دکو در زمینه جذب این بازیکن موافقه و علاقه بسیار زیادی به این که بتونه بار دیگر با او و این بار در بارسلونا همکاری کنه علاقه بسیار داره، چون شناخت بسیار زیادی از این بازیکن در زمان حضورش روی نیمکت بایرن مونیخ و تیم ملی آلمان داره. انتظار میره که مذاکرات بین بارسلونا و بایرن مونیخ به زودی آغاز شه و پیشنهاد رسمی این باشگاه برای جذب کیمیش به دست طرف آلمانی برسه. پیش از این گفته شده بود که کیمیش هم مایله که در این پنجره تابستانی از بایرن جدا شود. خب بریم سراغ مینی خبر امروزمون. منچستر یونایتد به دنبال مدافع بارسلونا. در گزارشی از اسپورت اسپانیا، منچستر یونایتد آماده است و هزینه سنگینی برای رونالد آراوخو مدافع میانی بارسلونا انجام دهد. بازیکنی که در رادار چلسی و بایرن مونیخ نیز قرار داره. در گزارشی دیگر از دفنس سنترال اسپانیا، بازیکن دیگری که ممکنه به منچستر یونایتد به پیونده خوسلو مهاجم رئال مادرید شیاطین سرخ حاضرن تا پیشنهاد 2 ساله رو برای کشاندن مهاجم کهکشانی‌ها به اولترافورد به او ارائه دهند که البته این کاملا هم در حد یک شوی است و خوسلو قراره که یک نقش مهم رو در فصل جدید رئال ایفا کنه. خب در خبر دیگر و باز هم اسپانیا، ولی این بار از فچاخس، رئال مادرید آماده است تا برای جذب آنتونیو سیلوا مدافع بنفیکا که حدود 100 میلیون یورو ارزش گذاری میشه با لیورپول رقابت کنه. این بازیکن یکی از مهمترین اهداف آرن سلوت سرمربی فصل بعد قرمزها به شمار میره که به احتمال زیاد رئال اصلا به این فکر نیست و حالا فچاخس یه چیزی از خودش نوشته دیگه و اگرم بره شاید به لیورپول بره، ولی رئال شاید لینیورو رو بخره ولی به دنبال بازیکن با این قیمت نمیره. و باز هم یه خبر دیگر از رئال، ولی این بار از فوتبال اینسایدر. الکسیس مکالیستر از علاقه رئال مادرید به خود خرسند، اما تمرکز کامل خود رو بر روی ادامه دادن با لیورپول گذاشته. در خبر دیگر از تلگراف، نیوکاسل میخواد تا در تابستان پیشرو برای به خدمتگیری دومینیک کالورت لوین مهاجم اورتون و جرد بوون وینگر وست هم تلاش کنه. در خبر دیگر از مرور، کلاغ‌ها برای فروش الکساندر اساک مهاجم سوئدی خود به آرسنال حدود 200 میلیون پوند طلب خواهند کرد که واقعا هم قیمت دیوانه‌وار و وحشتناکیه که اصلا آرسنال حاضر نیست این قیمت رو برای بازیکن مثل اساک بپردازه. حتی امباپه هم بود چه نمی‌پرداخت براش. و در آخر هم از خبری از دسن، وینسنت کمپانی به بایرن مونیخ اطلاع داده که در صورت پیوستن به این تیم که حالا هم پیوسته در تابستان پیشرو میخواد تا جک گریلیش رو به این تیم بیاره، یعنی به بایرن بیاره، که البته در نوع خودش کمی عجیبه. گریلیش فعلا در این تیم خیلی هم خوشحاله و به این زودی ها قرار نیست که به این تیم پشت کنه. خب این بود همه اتفاقات و حواشی دنیای فوتبال. امیدوارم از ویدیو امروز هم لذت کافی رو برده باشین. اگر کدام کم و کاستی از طرف ما رخ داده بود و یا کدام نقد و نظری داشتین حتما در کامنت ها با ما شریک سازید. خب تا فوتبال و آپدیت های فوتبالی دیگر، خدا نگهدار.